هری پاتر و تالار اسرار فصل 7 لجنزاده ها و نجواها. مالفوی با قیافه از خود راضی گفت من جوینده جدید اسلیترینم ویزلی. پیش پات همه داشتن از جاروهایی که بابام برای تیممون خریده تعریف میکردن. رون با دهان باز به 7 جاروی نفیسی که جلویش بود زل زد. مالفوی به نرمی گفت خوبن مگه نه؟ البته شاید تیم گریفیندور هم بتونه مقدار پول جمع کنه و جاروهای جدید بخره. میتونین اون کلین سویپ های 5 رو حراج کنین. فکر کنم یه موزه پیدا بشه که اونا رو بخره. بازیکنان تیم اسلیترین قش قش خندیدند. هرماینی با برافروختگی گفت لااقل هیچ کس توی تیم گریفیندور با رشوه توی تیم نیومده. فقط به خاطر استعدادشون قبول شدن. حالت از خود راضی چهره مالفوی لحظه‌ای محو شد. با لحن بدی گفت کسی نظر تو رو نخواست دختره کثافت لجنزاده. هری بلافاصله فهمید که مالفوی حرف خیلی زشتی را به زبان آورده، چون همین که آن را گفت بلوایی به پا شد. فلینت مجبور شد سریع جلوی مالفوی بپرد تا مانع حمله فرد و جورج به او شود. آلیسیا با جیغ گفت چطور جرأت میکنی؟ و رون دستش را توی جیب ردایش کرد و چوب دستیش را بیرون کشید و فریاد زد تقاص این حرفتو پس میدی مالفوی، و با عصبانیت چوب دستیش را از زیر بازوی فلینت به سمت صورت مالفوی نشانه رفت. صدای مهیبی در سرتاسر ورزشگاه طنین انداخت و جریانی از نور سبز از انتهای اشتباهی چوب دستی رون شلیک شد و به شکم خودش برخورد کرد و او را پس روی چمن پرت کرد. هرماینی با جیغ و داد گفت رون حالت خوبه؟ رون دهانش را باز کرد تا حرف بزند، ولی حرفی از دهانش بیرون نیامد. در عوض آروغ خیلی بلندی زد و چندین لیسه از دهانش سرازیر شد و روی پایش افتاد. بازیکنان اسلیترین از خنده روده بر شده بودند. فلینت دلا شده بود و دسته جارویش را گرفته بود تا نیفتد. مالفوی 4 دست و پا افتاده بود و مشتش را به زمین میکوبید. گریفیندوری ها دور رون جمع شده بودند و رون مرتب لیسه های بزرگ و براقی را با آروغ از دهانش بیرون میریخت. ظاهرا هیچ کس نمیخواست به او دست بزند. هری به هرماینی گفت بهتره ببریمش کلبه هگرید، نزدیکترین جاست. هرماینی شجاعانه با حرکت سرش موافقت کرد و 2 نفری بازوهای رون را گرفتند و او را بالا کشیدند. بریم سراغ بخش دوم این فصل، جایی که هری داره مجازات میشه و مجازاتش چیزی نیست جز کمک کردن به لاکهارت برای جواب دادن نامه طرفداراش و در این حال یه صدایی رو میشنوه. شمع‌ها سوختند و رفته رفته کوتاه شدند و نورشان بر روی چهره‌های متعدد و متحرک لاکهارت که خود او را تماشا می‌کردند به رقص در می‌آمد. هری دستش را که درد گرفته بود روی نامه‌ای که حس می‌کرد نامه 1000م است جنباند و آدرس ورونیکا اسمتلی را نوشت. با درماندگی پیش خودش فکر کرد دیگه باید وقت رفتن باشه. خواهش میکنم دیگه وقت رفتن باشه. و بعد چیزی شنید. چیزی کاملا جدا از پت پت شمع‌های رو به افول و پرحرفی لاکهارت درباره طرفدارهایش. صدایی بود. صدایی که وحشت را تا مغز استخوان به جان میانداخت. صدایی زهراگین که نفسگیر و مثل یخ سرد بود. بیا پیش من. بیا تا بدرمت. بیا تا تیکه تیکت کنم. بیا تا بکشمت. هری به شدت از جا پرید و لکه بنفش یاسی بزرگی روی اسم خیابان ورونیکا اسمتلی افتاد. با صدای بلند گفت چی؟ لاکهارت گفت باور کن 6 ماه تمام تو فهرست پرفروشترین کتاب‌ها اول بود. همه رکوردها رو شکست. هری با آشفتگی گفت نه اون صدا رو میگم. لاکهارت با قیافه سردرگم گفت جان کدوم صدا؟ همون صدا که گفت. مگه شما نشنیدی؟ لاکهارت داشت با کمال حیرت به هری نگاه میکرد. معلومه چی داری میگی هری؟ شاید داری یکم خوابالود میشی. ای وای ببین ساعت چنده؟ الان نزدیک 4 ساعته که اینجاییم. اگه ساعت رو نمیدیدم باورم نمیشد.
مثل برق گذشت نه؟ هری جوابی نداد. گوشهایش را تیز کرده بود تا دوباره آن صدا را بشنود، ولی دیگر صدایی به گوشش نمی رسید جز صدای لاکهارت که داشت به او می گفت که نباید انتظار داشته باشد هر بار که مجازات می شود مثل این دفعه خوش بگذراند. هری در حالی که هنوز گیج بود بیرون رفت.